بچه سلام، امیرحسین معلمی هستم، مدرس سایت نابغه‌ها.com. میخوام در مورد دسترسی‌ها توی فلاتر صحبت بکنم. آقا شما با فلاتر میتونی یک برنامه موبایل برای اندروید و iOS و دسکتاپ هر چیزی که فکرشو بکنی با فلاتر میتونی برنامه رو بسازی. آموزشی کاملش توی سایت نابغه‌ها هستش. API بهت یاد دادم، درگاه پرداخت یاد دادم، قشنگ یه فروشگاه رو میتونی با فلاتر بسازی. همه آموزشش توی پکیج اون هست، برید به نابغه‌ها.com سر بزنید. اما بحث مجوزها پیش روی ما هستش. یعنی الان من یک برنامه‌ای ساختم توی فلاتر و این برنامه من نیاز به دسترسی دوربین داره، نیاز به دسترسی صدا داره، نیاز به دسترسی استوریج داره، کانتکت ها رو میخواد و خیلی چیزهای دیگه. همه این کارا رو من میتونم توی فلاتر انجام بدم. اما برای مدیریت کردنش یک کتابخونه خیلی عالی داریم به اسم پرمیشن هندلر که این میاد به ما اجازه میده که پرمیشن هایی که داریم نگرفتیم و یا پرمننتلی یا به صورت دائمی بند شده، همه اینها رو میذاره من مدیریت بکنم. الان میخوام یه مثال بهت نشون بدم که اگر این کتابخونه رو، یعنی ببینی که بدون کتابخونه چه شکلیه و با کتابخونه چقدر بهتر و جالبتر هستش. به احتمال زیاد من این کد رو در اختیار شما نذارم، حالا فعلا مشخص نیست. یه نمایی از کل پروژه بهت نشون میدم که یه فولدر لیبی وجود داره، یه فایل دارت داریم به اسم کامرا پیج که توی کامرا پیج این کدها رو نوشتم. اگر دوست داشتید که حالا از روی ویدیو پیش برید این کداش. یه فایل مین هم داریم که از اول اگه دقت بکنید به این شکل هستش و همینجوری میام پایین که شما اینو ببینید، اگه دوست داشتین پاس بکنید و بنویسید. به این شکل هستش. اوکی. این دو تا و قسمت پاپ اسپکتادیم رو هم داریم که قسمت مهمش همینجا هستش. فعلا من پرمیشن هندلر رو اینجا نوشتم ولی دانلودش کردم، نصبش کردم ولی هنوز ازش استفاده نکردم. فقط قسمت گذاشتنش رو اینجا گذاشتم که باشه، بعداً ازش استفاده میکنم. موبایل اسکنرم که برای حالا همین قسمت کامرا پیج هستش. ببین من میام چیکار میکنم. برای اولین بار ببخشید توی اینجا اینو زدم. برای اولین بار این فایل فلاتر رو ران میکنم. خب برنامه من که بیاد، ببین یه دکمه بیشتر نداره. روی این دکمه که کلیک بکنم میگه آقا این برنامه‌ای که تو درست کردی نیاز داره که رکورد تیک پیکچر اند رکورد ویدیو، نیازه که ویدیو بگیره و عکس بگیره. دسترسی بهش میدی. دسترسی ها سه تا حالت الان هستش. دونت الو رو میزنم. وقتی دونت الو رو بزنی یه همچین صفحه‌ای رو باهاش مواجه میشی. یعنی دیگه الان اگه برنامه واقعی بود اینجا دوربین رو بهت نمایش نمیداد. حالا اگه من برگردم عقب و گت پرمیشن رو بزنم، ببین یک بار دیگه هم ازت این سوال میپرسه، شاید پشیمون شده باشی. دونت الو رو میزنم، برمیگردم عقب، ببین دوربینی نشونم نداد. گت پرمیشن رو میزنم، دوباره صفحه سیاه هستش. گت پرمیشن، صفحه سیاه. دیگه از من نمیپرسه. یعنی اینجوری نیستش که هر بار هی بیاد ازت بپرسه. الان به صورت دائمی من بند شدم. پکیجی داریم به اسم پرمیشن هندلر که این میاد این کمک رو به ما میکنه که آقا بررسی میکنه اگر کاربر اجازه نداده بود یا اگر به صورت پرمننتلی یا دائمی بند شده بودیم، این اجازه رو بده که مثلا یه دکمه‌ای بذاریم آقا ما رو ببر به صفحه ستینگ ها و اونجا مجوزش رو اوکی بکنیم. الان با هم دیگه اینو میسازیم. خب من اول سایت پرمیشن هندلر یا سایت دارت رو بهتون نشون بدم. این سایت دارت هستش. 8 روز پیش آپدیت شده. حالا این نسخه 11 هستش. من دارم از نسخه 10 استفاده میکنم. زیاد فرقی نداره. بحثی که وجود داره قسمت ستاپ رو میتونید بیاین بخونید. قسمت اندروید رو قشنگ کامل بخونید. اگه iOS هستش iOS کامل بخونید. قسمت هاو تو یوز نحوه استفادهش هست که اینجا کامل نوشته چی کار بکن چی کار نکن که حالا همه اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم و میبینید. قسمت پاپ اسپک رو که بهتون نشون دادم. بیاین اینجا و قسمت پرمیشن هندلر، حالا اینجا نوشته 10، شما 11 رو بزنید یا هر عددی که بودش رو اینجا قرار بدید. خیلی راحت و ساده میای اینجا اینو کپی میکنی و اینجا میای این رو پیست میکنی. حالا برای اینکه درگیر دانلود نشم دیگه من این کار رو الان انجام نمیدم دیگه. حالا نسخه 10 رو باهاش پیش میریم. پس این از این. بعد یک سری موارد رو بررسی بکنیم. مثلا توی پوشه اندروید اگر من بیام، یک فایلی داریم به اسم gradle.properties. بعد بررسی بکنید ببینید این موارد توی این فایل هست یا نیست. یعنی دقیقاً باید همین مواردی که دارید میبینید اینجا باشه. اگه نبود وارد بکنید این موارد رو. بعدش میام توی فولدر اندروید و بعد local.properties که من اینجا زدم. اینجا به این معنی هستش که من اینجا رو تغییر دادم. می‌نویسی flutter.compile SDK version = 33. این رو دقیقاً وارد میکنی. بعد از اینکه اینجا این رو وارد کردی به چیزای دیگه دست نمیزنی ها، فقط میای یه دونه همچین چیزی رو اینجا اضافه میکنی، کنترل اس میزنی ذخیره بشه. بعدش میری توی اندروید، دور فولدر اندروید، بعد توی اپ و یک فایلی داریم به اسم build
گریدل، این رو روش کلیک میکنی و این صفحه برات باز میشه. حالا برای اینکه کامل ببینیدش من این رو آوردم اینجا. ببین چیزی که اینجا بوده رو من کامنتش کردم. چطوری کامنت کردم؟ کنترل و اسلش رو اگر بزنید اول به این شکل بوده و من کنترل اسلش رو زدم کامنتش کردم و چیزی که الان اینجا دارید میبینید رو اضافه کردم. یعنی از اینجا تا اینجا رو من دستکاری کردم. کامپایل SDK version local properties دارم به این فایل local properties اشاره میکنم. گفتم برو پراپرتی ها رو بگیر و flutter.compile SDK یه عددی جلوش نوشتم. اون عدده هر عددی گفتم از اون عدد دیگه استفاده میکنی که عدد 33 رو نوشته بودیم و بعدم به اینتیجر تبدیلش میکنم. بعدش میام اینو که نوشتید کنترل S میزنید و تموم میشه. بعدش میریم توی دوباره قسمت اندروید، قسمت اپ، src و بعد مین و بعدش اندروید منیفست. اینجا که اومدید میتونید یک سری، یعنی هر دسترسی که دلت بخواد اینجا میتونی اضافه بکنی. دسترسی ها رو باید اینجا اضافه بکنی. مثلا دسترسی به اینترنت خاصی بدی باید اینجا اضافه بشه. کامرا، میبینی من همه اینا رو نوشتم. ارسال SMS، ریسیو SMS، دریافت و ارسال SMS. میبینی تمام این دسترسی ها رو من گرفتم. حالا اینا رو از کجا آوردم؟ اینا ممکنه آپدیت بشه و یه سری چیزا کم بشه، یه سری چیزا زیاد بشه. ببین توی خود اینجاها اگه بگردی که قسمت اندروید و iOS هسته، یه جایی این فکر کنم اینجاها باید باشه. کلیک بکنی رو اینجاها یه دوتا فایل برات میاره که این تمام اون دسترسی. حالا این info.plist برای اپل هستش، iOS هست و اینجا اندروید منیفست. تمام اینا که داری میبینی برای اندروید هستش. پس تمام اینا رو اضافه میکنی و بعد از اینکه اضافه کردی خیلی الان دسترسی اضافه شده. الان من فقط میخوام یکی دو تاشو بهت نشون بدم ولی کلی الان اینجا من دسترسی اضافه کردم. حالا الان اینجا من یه سری تغییرات رو به وجود آوردم. الان کاری به اون صفحه کامرا پیج و دوربین و اینا کاری ندارم. الان کلا میخوام بررسی بکنم ببینم دسترسی به دوربین دارم یا ندارم. اگه نداشتم درخواست ارسال بکنه. اگه درخواستم رد شده بود و به صورت پرمننتلی یا دائمی درخواست من بند شده بود، منو هدایت بکنه به قسمت ستینگ و از اونجا من بهش دسترسی بدم. حالا برای اینکه کدام با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم یه تابع نوشتم. بچه تمام این مواردی که دارم آموزش میدم توی پکیج دارت و فلاترمون هست. حتما اگه دوست داشتین علاقه من بودید برید توی سایت و یاد بگیرید. ببین یه تابع درست کردم ایسینک هستش و یک متغیر درست کردم از جنس پرمیشن استاتوس. از اویت استفاده کردم. پرمیشن دات کامرا استاتوس کامرا رو به دست آوردم ببینم تو چه وضعیتیه. درخواستم رد شده، اوکی شده، چی شده. با دیباگ پرینت توی کنسول میام این رو قسمت دیباگ کنسول اینها اینجا پرینتش میکنم. این که برای خودمه. استاتوس رو میگم اگه مساوی شد با دینای یعنی درخواستم رد شده دیگه، ریکوست ارسال بکن. اگر این استاتوس هم پرمننتلی دینای شده بود ستینگ اپ رو برای من باز بکن که من برم خودم دستی این کار رو انجام بدم. بچه وقتی پرمننتلی دینای بشه حتما باید خودتون دستی این کار رو انجام بدید. حالا میام کنترل اس میزنم برمیگردم به این قسمت گت پرمیشن رو که بزنم اینجا رو دقت بکن پرمیشن دینای شد. خب یه بار دیگه گت پرمیشن رو بزنم پرمیشن دینای میشه و الان قاعدتا باید ستینگ رو برای من باز میکرد. بذار یک بار من این رو ریستارتش بکنم مطمئن بشم که برنامه اوکیه و هیچ مشکلی نداره. خب الان گت پرمیشن رو میزنم دینای میشه و بازم دینای میشه. خب بذار ببینیم ایراد کارمون کجاست الان دقیقاً. من برای اینکه خودم متوجه بشم که داستان از چه قراری هستش این دیباگی که اینجا نوشته بودم و یه کپی ازش میگیرم اینجا هم استاتوس رو میام پرینت میکنم که بفهمم این استاتوس وضعیتش چی هست. یک بار دیگه ریستارت میکنم و اینجا گت استاتوس رو میزنم. دو بار دینای بهم میده یعنی هم این دینای شد هم این دینای شده هم این دینای شده. خب پس یه بحثی که وجود داره اینه که به احتمال خیلی زیاد پرمننتلی دینای نشده. خب من گفتم اگه پرمننتلی دینای شده بود بیا اوپن اپ ستینگ انجام بده. پس اینجا میام میگم که اگر دینای شده بود کنترل اس میزنم یک بارم ریستارت میکنم گت پرمیشن. ببین الان درست شد. من اشتباه از من بود چون ببین با یه دونه دیباگ پرینت متوجه شدم که آقا
پرمننتلی نشده، دینای شده. باز دوباره میتونم ایف دیگه ای هم اضافه بکنم یا از سویچ کیس ها استفاده بکنم که همه اینا آموزشش توی پکیجمون به بهترین شکل هست. میام سویچ کیس میذارم یا از ایف الس استفاده میکنم. آقا دینای شد این کارو کن، پرمننتلی دینای شد این کارو بکن. حالا تو اوورده ما رو به این قسمت پرمیژن ها رو قشنگ روش کلیک میکنم، میگم آقا الان کامرا رو من بهش نیاز دارم. ببین دونت الوه. الان اگه اینو بزنم بیام اینور برمیگردیم به برنامه گت پرمیژن بزنم، پرمیژن رو نگاه کن، گرانتد یعنی درخواست داده شده، دیگه دینایی بهم نمیده. حالا میتونم وصلش بکنم به همون کامرا اپه، صفحه دوربین بیاد و قشنگ دوربین رو ببینم. باز هم اینو اومدم عوض کردم، یه ذره خوشگل‌ترش کردم. برنامه الان اجرا شد، گت پرمیژن رو میزنم، دونت الو رو میزنم، دوباره گت پرمیژن، دوباره دونت الو. الان دقت بکن به کدی که نوشتم، دقت بکن. بذار ببینم کجا نوشتم. گت پرمیژن گفتم کامرا استاتوس رو به دست بیار، دوباره اینجا دیباگ کن، دینای شده و بعد گفتم اگر دینای شده بود ریکوست بفرست، اگه پرمننتلی دینای شد شو الرت دایلوگ. الرت دایلوگ میشه این چیزی که اینجا داری می‌بینی. بازم میگم همین اینا رو تو پکیج آموزش دادم. حالا الرت دایلوگ اومدم اینجا براش نوشتم بنویس پرمیژن دینای، به فونت چیز قرمز باشه، الو اکسس تو کامرا. قسمت ستینگ رو اگه روش کلیک بکنم منو میاره به ستینگ، توی قسمت پرمیژن ها میرم و قسمت کامرا میذارم روی الو. به همین راحتی تونستم خوشگلشم بکنم. خیلی جالب. تازه اینا مثلا رو دونت الو بذارید، برگردید اینور کنسل هم بزنیم کنسل میشه. دوباره رو گت پرمیژن بزنم چون دسترسی ندارم، میفرستم توی ستینگ یا از اینجا قسمت پرمیژن ها بیا و کامرا رو دسترسی بده. دیدی آقا، این بود کار با کتابخونه پرمیژن هندلر که فوق العاده کاربردی هستش. اگر فلاتر کار میکنید شدیداً توصیه میکنم از این کتابخونه استفاده بکنید و لینک کتابخونم که پرمیژن هندلر تو گوگل بزنی قشنگ برات میاره، بیشتر در موردش مطالعه بکنی، خیلی به خودت کمک کردی. بچه‌ها سابسکرایب یادتون نره، حتما ویدیو رو لایک بکنید، به هر حال کمک میکنید به رشد کانال. خیلی ازتون ممنونم. خداحافظ.